بیگ محمد عصام‌الدین، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کارمند شایسته مدنیت جمهوری تاجیکستان. خب استاد می‌گویند درباره تاریخ پیدایش تئاتر افسانه. بله. خوشبختانه تئاتر بچگانه افسانه هم قدم استقلالیت جمهوری تاجیکستان است. سال 1991 با دستگیری خزینه کودکان و تشبث من این تئاتر تشکیل شد و تا امروز در خانه بچه ها، در باغچه ها، در مکتب ها، در ناحیه ها، در ولایت ها، در دیگر شهرها هنرنمایی کرده آمده ایستاده ایم. تئاتر ما به نقطه های رفت که در زمان شوروی در آنجا کینوفیلم نشان دادن مشکل بود. ما با واسطه عرابه، با واسطه خر و اسب ششته نقطه های دوردستی جمهوری عزیز مانده نمایشامون پیشکشی مردم میکنیم. در وقت نمایش نگاه میکنیم که پس پرده، پس درخت، پس دیوار پیر و برنا و کمپیر همه جمع شده با حیرت تماشا میکنن و میگوین که خدایا این خیلی چیزها هم بوده است. خب استاد از روز تشکیل یابی تئاتر تا به این هنگام یعنی که 30 سال شده. 30 سال. اول چند کارگر داشت، حاضر چند کارگر دارد؟ وقتی که تئاتر را تشکیل کردیم ختم کننده های آموزشگاه روشننمایی فرهنگی روشننمایی ناحیه رودکی را یک 8 کس به کار گرفتیم که وضعیت در ریسپوبلیک خیلی بد شد. بچه ها از بدخشان، از ختلان، از وحدت، از خوجند، از هر جا بودن. من خیلی تشویش بودم که یگان تش به زیان نرسد. بچه های جواب دادن. فقط خودم با 2 هنرمند ماندیم. در وقت من همین روزهایی که برای جمهوری خیلی وزنین بود بسیار تئاترهای کسبی از کار مانده بودند، لیکن تئاتر ما از کار نماند. تمام محرکه های شهر دوشنبه حکومت شهر تئاتر ما میگذراند. خب استاد دوام 30 سال فعالیت چی پیشروی و چی را از دست دادید و چی را به دست آوردید؟ مثلا در یک خانواده کمبودی ها هست، پیشروی ها هست، آمد ها هست، رویا هست. تئاتر ما هم همین. ما آدم هنرمند یگان چیز از دست داده نمیتواند. مثلا اینجا اگر شما هنرمند باید خودی چشمه‌ای که از زمین زده میبرد همون دمانه هم باشد. اینجا زده براد اینجا خلال رسانن زیر کنن تا اینجا میبرد، اینجا زیر کنن اینجا. آدم هنرمند پیش راهش گرفته نمیشد. من به این حال جای این گپ ها نیست چقدر خلال رساندگی. من پیش از این در تئاتر جوانان کار میکردم و چی میگن از روی بعضی رژیسورهایی که به عقیده خودشان ویلیتی آنها امکانیت کار کردن نشد، من تئاتر بچگانه افسانه تشکیل کردیم و امروز کار ما خیلی خوب است و من خرسند هستم که من امروز هم میتونم برای مردمم، برای بچه های کشورم خدمت کرده تانم. استاد عصر 21 عصر تکنولوژی میگن، عصری که جوانان همگی روی با اینترنت و وارد شدن. بله. آیا با فکر شما همین تئاتر شما و دیگر تئاترها را تهدید نابود شدن؟ همین تهدید نابود شدن دارن؟ دوام دادن میتونن کار هم درست. هر زمان باید هر یک ایجادکار زمانه موافق ایجاد کند تا که به مردم پسند آید. مثلا در مسکو در زمان عصرهای آخر 1920 تئاترها هم خیلی وحش شده بود، کرختی ها بود، لیکن تئاتر لیوبیموف تئاتری تگانکا یک شد که چقدر وی از زمانه پیش رفته بود و تا امروز عمل کرده ایستاده است. برای همین باید ایجادکارها کرخت نشوند، بسیارتر خوانند، بسیارتر دانند، من تمامی نازکی ها و تمام اینقدر پیشروی ها را از خود کنند تا که نمودی نوی صنعت تئاتری آمیخته با این تکنیک حاضره کرده برای مردم پیشکش کرده توانند.
با فکر شما سبب کم روی آوردن نسل نوراس به تئاتر عیب هنرمند یا دانش ناکفایه داشتن نسل نوراس؟ نه، من اینجا مردم هیچ وقت گناهکار نمیکنم. اینجا مردم من حاضر واسطه های اخباری عامه، واسطه های من تلویزیون، واسطه در هر یک جوان تلفن داره. چقدر پیشرفتگی جوان ها تماشابین و اینها مثلا اینقدر کینوتئاترهای خانگی در خانه ها، کینوتئاترهای خانگی ماندگی، اینقدر پیشروی های مانده رفته یک تئاتر و در یک کلیس تاریکی تنگ و تاریکی از دوره های 19 عصر ماندگی رفته و وقتش نمیگذراند و تمام آزاد این هم چایش هم و تماشا میکند، چیزایی نو تماشا میکند. من اینجا رژیسورهای گناهکار میکنم که راه های نوی پیشکش کردنی من صنعت تئاتریه باید فکر کرده بودن. رژیسورها ما کریسلوی گرفتیم ادا دیگه شتا میماند. آخه کریسلو اثری همه مانده است. خستن در کار، حرکت کردن در کار، دویدن در کار، راهی نقش یافتن در کار، مردم جلب کرده تانستن در کار. اینجا گناهی هنرمنده است. خب استاد میگویند که تو اون روز نباید در بارش گپ زدن نادرست است، اما نقشه های آینده شما؟ نقشه های آینده ما حاضر حکومت شهر مکتوب کردیم یک بینای نغزی نو ساختگی باغ فردوسی ده اجازت ما دادن، با جلب کردن تماشابین با زیادتر میشد، با کار کردن در کار. گفتی روزها که در شستا و پاتن در رباطت بعد یک چه حاصل میشد کار میکنیم. خب برای شما رحمت.